چند تا فکت از شوشوییم. گوجو شوشوییم، شوشویی هامون چیزه، نه اشتباه شد. حوصله معرفی ندارم. من آزاده جان هستم و امروز یا شب میخوام چند تا فکت از گوجو بگم که شرط میبندم حداقل 2 تاشو نمیدونستی. فکت اول: گوجو از خانوادهش وقتی بچه بوده فرار کرده. گوجو از خاندان گوجو خیلی زود جدا شده. خانواده‌اش بیشتر اون رو به عنوان یک سلاح یا ابزار قدرتمند می‌دیدن تا پسرشون. گوجو به خاطر فشار زیاد خانواده‌اش از خونه فرار کرد و زود به مدرسه جوسو تسو رفته و در خوابگاه مونده. والدینش هنوز زندن، اما رابطهشون خیلی سرد و فاصله دار بوده. آخه ببین با بچم چی کار کردن، تو اگه جای مامان بابای گوجو بودی چی کار میکردی؟ آخه. فکت دوم: نداشتن هیچ سرگرمی خاصی با وجود اینکه تقریبا در هر کاری عالیه. خوب نه، عالی. گوجو هیچ سرگرمی یا علاقه خاصی نداره. نویسندش گگ آکوتامی گفته چون همه چیز براش آسونه هیچ چیز رو به عنوان علاقه پیگیری نمیکنه. خودم برام خیلی سوال بود که سرگرمی گوجو چیه؟ علاقه گوجو چیه؟ فکت سوم: طرفدار دیجیمون در دوران دبیرستان. خودم که طرفدار دیجیمونم، بعد گوجو هم همین. گوجو فن دیجیمون بوده. حتی در مانگا فصل 66 به مأموریتش با گتو اشاره میکنه و از شخصیت‌های دیجیمون مثال میزنه. صدا پیشگان ژاپنی و انگلیسیش هم در دیجیمون کار کردن. من قبلا آرزو داشتم دیجیمون داشته باشم، ولی الان عروسکشو میخوام چون دیجیمون تو واقعیت وجود نداره. فکت چهارم: خواب خیلی کم، فقط 3 ساعت در روز میخوابه. داداش چرا وقتی 3 ساعت میخوابی زیر چشماش این شکلی صاف شبیه کسیه که خیلی خوب خوابیده؟ معمولا 4 صبح میخوابه و 7 بیدار میشه. با توجه به اینکه 6 چشمش، همون 6 eyes، نمیدونم درست دارم تلفظ میکنم یا نه، همیشه فعاله و مغزش رو تحت فشار میذاره، این نشون دهنده استقامت وحشتناکشه. همین چشمای کهربایی خوشگل که خیلی قدرتمنده. فکت پنجم: شیرنی ها برای تحریک مغز. اول شیرنی میخورد تا مغزش رو به خاطر چشمش رو تحریک کنه، اما بعدش واقعا معتاد شد و علاقه شدیدی به شیرینیجات پیدا کرد. غذای مورد علاقه شیرینیجاته و الکل رو دوست نداره چون کنترل تکنیکاش رو سخت میکنه. ببین از این یاد بگیر.